بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. این صفحه که به گروه ارسال کردم از کتاب ضیاء الشارق في الرد على المازق المارد شیخ العلامه سلیمان السحمان رحمه الله است که یکی از بزرگترین علمای نجد بودند. در همین کتاب در صفحه 163 میگن که فقد كفر الصحابة رضي الله عنهم من كفروه من أهل الردة على اختلافهم. همانو که بدرستی به تحقیق صحابگان رضی الله عنهم تکفیر کردند، همون کسایی که بر ردت واقع شدند به اختلاف حالتهایشون، یعنی مرتدها مختلف بودند، بعضیش در شرک اکبر، بعضیش در امتناع، بعضیش در شرک متابعت واقع شده، به اختلاف نمودهاش صحابه اونها را تکفیر کردند. بمانندی و کفر علی الغلا، حضرت علی غلات، اون کسایی که در حقشون غلو کرده بود تکفیر کردند. و کفر من بعدهم من العلماء القدریه، و این چنین بعد از علی آمده رضی الله عنهم علمای سلف قدریه ها را تکفیر کردند، کسایی که قدره چی میکنن؟ انکار میکنند. و این چنین تکفیر کردند به مانند تکفیرشون به جهمی ها، سلف صالح جهمی ها را تکفیر کردند و قتلهم، و حتی جهمی ها را کشتند به مانند جعد ابن درهم و جهم ابن صفان و من علی رأیهم، و کسایی که در همین رأی و اندیشه منو بودند. و قتلهم للزنادقه، و قتلهم للزنادقه، و این چنین زنادقه ها رو قتل کردند. و هذا في كل قرن وعصر من اهل العلم والفقه والحديث طائفة قائمة تكفر من كفره الله ورسوله. پس در هر یک عصر و در هر یک وقت و زمان از اهل علم و فقه و حدیث طائفه از علما هستند که انا همین تکفیر را زنده میکنند و نگه میدارند. همون کسایی که الله تکفیر کرده، رسولش تکفیر کرده، تکفیر میکنند. همون کسایی که به اونها به تکفیر کردنشون، یعنی به کافر شدنشون دلیل ثابت شده از قرآن و سنت، همونها را تکفیر میکنند. و قامت دلیل علی کفره، دلیل به کفر بودن او ثابت شده، اونها را تکفیر میکنند. در هر یک عصر الله عالم از علما، فقها، محدثین، علمای می آورد که همون تکفیر کرده های الله و رسول تکفیر میکنند با دلیل. در دوامش مسئله مهم میاد که لا یتحاشون عن ذلك، از همین تکفیر کرده اشون اینها هیچ یعنی دست نمیکشند، نمیترسند، پروا ندارند، نه از لومت لائیم از کسی، برای اینکه تکفیرشون از اساس دین است، در اساس دین تکفیر میکنند، از همین کارشون هیچ وقت دست نمیکشند. بل یرونه من واجبات الدین، بلکه انا همین علما، فقها، محدثین انا همین تکفیر کردن را از واجبات دین میدانند. نه این که دست میکشند، دست نمیکشند، نه فقط دست کشیدن، بلکه واجبات دین است که میگن باید تکفیر کرده شد. و قواعد الاسلام، و انا من تکفیر میگن واجبات دین و قاعده از قاعده های اسلام است میگن. و حدیث میارن که من قتل بدل دینه و فقتلوا هر کسی که دینش تبدیل بده بکشد. و در دوامش میگن که رحمه الله و بعض العلماء يرى ان هذا والجهاد عليه ركن لا يتم الاسلام بدونه، و بعضی از علما در باب تکفیر و جهاد در همین عقیده هستند که این رکن در دین است که دین اسلام بدون این سه نمیشد میگند. بارک الله فیکم. انا همین است که در این اومده. انا همین علمایی که رکن دین گویند هم کسی که تکفیر رکن دین نگوید تکفیر نمیکردند، هم دیگر تکفیر نمیکردند، برای اینکه در تطبیق رکن دین گوینده ها، قاعده اسلام گوینده ها یا که واجبات دین گوینده ها فرق ندارد، در تطبیق همه یک چیز هستند. اما افسوس که امروز قسمی برآمدند به خاطر نام دیگرها را تکفیر میکنند، به خاطر یک اسم، نه در تطبیق، به خاطر اسم تطبیق دیگرها را تکفیر میکنند که این البته از جهل است. بارک الله فیکم.